یکی از واسطه‌های سالمگردانی جامعه این رو آوردن به ورزش می باشد. در شهر لیوکن جهت عمومی گردانی ورزش تدبیرهای سودمند اندیشیده شده ایستاده است. در دهه گرداندهی جماعت دهاتی گلستان شهر با تشبث صاحبکاری وطنی نیکروز فیروززاده میدانچه ورزشی بنیاد گردید. کارهای ساختمانی مهم مارت سال روان آغاز گردیده در بنیاد آن زیاده از 500,000 سومانی مبلغ مصرف گردیده است. صاحبکاران وطندوست در بنیاد نقطه‌های خدمت رسانی تعییناتشان گوناگون سهم نظررس خود را گذاشته ایستادند. من همچون صاحبکار در پیش خود مقصد گذاشتم که در دهه خود یک گوشه وطن رو آباد نماییم و یک میدانچه ورزشی بنیاد نمودیم برای همدهگان خود، برای ساکنان همین دهه، برای آبادی، برای زیبایی گلگشایی وطن اقدام پیشگرفته خود را به اتمام رساندیم. مقصد اساسی ما صاحبکاران این آباد نمودن یک گوشه وطن می باشد. رهبریت شهر با ساکنان دهه مذکور واخوری دایر نموده تاکید بر آن داشتند که بنیاد انشادهای جشنی بر رشد دهات زمینه واقعی میگذارد که در آن نقش صاحبکاران بر علا احساس میگردد. سپس مسئولین شهر پیران روزگار دیده و دوستداران ورزش سر و لباس ورزشی توپ تقدیم نموده تاکید بر آن داشتند که ورزش پیش از همه قاصد صلح و دوستی و عامل اساسی سالمی جامعه به حساب می رود. در حدود جماعت دهات گلستان صاحبکاران بنیادکار هدفمندانه تلاش بر آن دارند که با بنیاد نمودن نقطه‌های گوناگون خدمت رسانی در بهداشت روزگاری ساکنان سهم نظررس خود را گذارند. بحری سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات گلستان شهر لیوکن 16 عدد انشاءات به نقشه گرفته شده است که از این تا امروز 13 عددش علاقه موارد استفاده قرار داده شده است و 3 تای باقی مانده روزهای نزدیک به استفاده داده می شود. در بنیاد انشاءات های تعییناتشان گوناگون نقش صاحبکاران وطنی بسیار بزرگ است و مقصد صاحبکاران وطنی این آباد زیبا گرداندن گوشه وطن است. فعالیت منتظم تالار و میدانچه‌های ورزشی که در آن جوانان مشق و تمرین می‌نمایند برای اشتراک در دلخواه چاره‌بینی و مسابقه‌های ورزشی مساعدت می‌نماید. با اقدام صاحبکاران وطنی در محله و دهکده‌های شهر و ناحیه‌های ولایت تالار میدانچه‌های ورزشی مورد استفاده قرار گرفته ایستادند که این عمل نیک و آبادکارانه صاحبکاران بر رشد ورزش و جلب جوانان به بازی‌های گوناگون ورزشی زمینه با اعتماد گذاشته ایستاده است. صاحبکار احسانکار تصمیم گرفته است که در آینده سیخ دوزندگی مغازه مرکز دلخوشی کودکان را بنیاد می‌نماید.